یک جوان پرسید که یک سرود از نگین رؤوف با فکرم است، خدا رحمتش کند، که چنین می سرایید: فهمیدم که فهمیدی فهمیدم. همین را گفت چی معنی دارد؟ من گفتم که میگه خید کردم که خید کردی، خید کردم. چی او جوان فهمید؟ نه، خید کرد. با درود دوستان عزیز، در تیک تاک پیش از یوتیوب من و همچنین بیش از یوتیوب، یعنی زیادتر از یوتیوب، شعرها رو میگذارم، در اونجا میخوانم و نوارهای مستقیم در تیک تاک میکنم. برای سوال و جواب کردن اگر سوال دارید یا میخواهید مستقیم اشتراک کنید در همون ویدیو، سوالتان رو بگویید یا یگان شعر بخوانید یا یگان چیز دیگر یا که در اونجا نویسید، و در آینده البته که کتاب ها رو هم میخوانم، نه فقط شعر، یعنی کتاب هایی که حیاتی هستند، زندگی نامه یگان شخصی بزرگ رو، یا درباره کتاب هایی که از تجارت هستند، کتاب هایی که عاشقی هستند، هر گونه دیگر کتاب ها را خواهم خواند. برای همین کسانی که فهمیدید با تیک تاک مرحمت، همون لینک یا پیوست تیک تاک در پایان ویدیو هست. کسانی که خید کرده باشند شما مرحمت به تیک تاک. تا دیدار در تیک تاک.